عزیزانو د چا په خوله کې شرک پروت و تپوس دا وهابی دغه شی سلفی دی د چا په خوله کې چې بدعت پروت و بدعتي دعا به سنت مکه بدعت زیارت ته مزه بدعت او دارنګه اولیاو ته مزه بدعت د پلار مور لاس وچمچه بدعت تعویض یې په غاړه که بدعت دا ټول بدعتیان د افغانستان خلک د زما په غاړه کې تعویض دی تاسو لیدلی دی دا چې دا دې لپاره ښکاره کوم چې دا تعویض وویني په تعویض باندې نه بدعتي کېږي سړی په تعویض سړی نه بدعتي کېږي والله چې تعویض حق دی والله چې تعویض حق دی. اصل خوارج و تکفیری های امروزی اینمی ملای صوفی دجال و امثال اینها هست. هر کسی از توحید گپ زد و گفت که عباداتتان تنها برای الله بکنید، برای الله شرک نورزید، در نزد اینمی خوارج، در نزد اینمی صوفی های درباری چی هست؟ وهابی است. ایره بدانید که بنا وهابی چیز نیست، وهابی را اینمی ملاهای دجال پیدا کردیم. و اینجا بیان میکنه که وهابی ها میگن که زیارت شرک است، تعویض شرک است، فلان شرک است. بله بدون شک اعمالی را که شما سالهای سال به مردم شرک توحید معرفی کردید، معاذالله کفر به مردم افغانستان شما توحید معرفی کردید، بدعت سنت معرفی کردید، خودتان به عنوان از این که اولیاء هستین معبود معرفی کردین و عوام مردم گفتین که ما را عبادت کنین به جای الله، معاذالله. به جای این که مردم به طرف الله دعوت بتین، به طرف عبادت الله دعوت بتین، به طرف عبادت خود دعوت دادین، به طرف کفر و شرک دعوت دادین سالهای سال. و این را بدانید که اگر یک نفر موحد در افغانستان موجود باشد، وجود داشته باشد، باقی بماند، شما روز خوش نمیبینید. نسل شما را انشاءالله نابود شدنی است. و این سخنه که این دجال میگه که تعویض حق است، نه تنها که از قرآن و سنت ثابت نیست که تعویض حق است، بدون شک این رسول صلی الله علیه و سلم گفته که شرک است. یعنی هر کسی که از غیر الله میگه که فلانی چیز مثلا ما را نفع و ضرر بر ما میرساند، اینمی شخص مشرک میشه. و در حدیث صحیح آمده که من علق تمیمتا فقط اشرک، هر کس چیزی را به خود آویزان میکنه، به گردنش، به دستش، به پایش، به هر جاش، چشم موره باشه، خر موره باشه، سگ موره باشه، تعویض باشه، شویز باشه، دودی باشه، هر چیزی باشه شرک است. و سالهای سال مردم شما ملاهای دجال خوارج تکفیری صوفی گمراه ساختین و امروز الحمدلله همه آگاه شدین و فریب شما دکاندارای دین را نمیخورن.